امیدوار هستیم که عربستان در واقع رفتارهای گذشته خودش رو تصحیح بکنه و ما هم بارها اعلام کردیم با توجه به حجم روابط ایران و عراق به عنوان دو همسایه که تلاش دارند و اراده لازم رو برای همکاری دارند و پیچیدگی ها و وضعیت در واقع کشور نوپا و در واقع نوپای عراق میتونه مشکلاتی برای شرکت های ایرانی در اونجا وجود داشته باشه. توصیه ما همواره به دو کشور پیروی از روش های در واقع گفتگو و مفاهمه و نشست و صحبت بوده و امیدواریم از این طریق بتوانند بر مشکلات و مصائبی که می‌دونیم که تأثیر منفی میذاره بر مذاکرات آستانه و اینکه آیا طرف روسی با ایران و ترکیه به عنوان دو ضامن اصلی آتشبس و امنیت و ثبات هست و هر کشوری که بتواند در واقع کمک بکنه به آتشبس و ثبات و امنیت و یکپارچگی سوریه میتونه در واقع در کنار ما قرار بگیره و اهداف آستانه هم که در واقع جدیترین و مهمترین روند در بحث تثبیت و کمک به ثبات سوریه بوده در همین راستا شکل گرفته و من ترجیح میدم الان در مورد این موضوع صحبت نکنم، ولی میتونم خاطر نشان کنم که ما از هیچ گونه تلاش و کمکی برای ثبات منطقه، برای نزدیکی همسایگان خودمون فروگذار نخواهیم کرد و آرزوی ما این هست که ما بتوانیم چه با حضور ما چه بدون حضور ما کمکی بکنیم و تلاشی داشته باشیم برای تفاهم، مفاهمه و نزدیکی کشورهای پیرامونی و همسایگان تا شاهد در واقع محیطی امن، منطقه آرام با ثبات و مردمی با آلام و دردهای کمتر در منطقه باشند. ببینین آستانه پیچ و خم‌ها و فراز و نشیب‌های خودش رو داشته. کار دشواری است به دلیل پیچیدگی‌های عمیق وضعیت سوریه، بحران سوریه و وجود بازیگران بسیار در بحران سوریه و لذا روند آستانه فراز و نشیب‌های بسیاری رو طی کرده و میتونه طی بکنه. ما لحظاتی داشتیم که با سرعت لازم و خوبی جلو رفتیم، گهگاه با موانعی روبرو بودیم و با اختلاف نظرهایی در واقع روبرو شدیم و سعی کردیم همواره که با فرصتی باز در اختیارمون هست و در مذاکرات دو جانبه‌ای که باز به صورت دو جانبه بین کشورها وجود داشته بر این مسائل و اختلاف نظرها فائق بیاییم و نظرات رو به هم نزدیک بکنیم. در اجلاس قبلی ما در بخشی از دستور کار خودمون تفاهمات خوبی داشتیم، در بخشی از اونها نتونستیم در اون جلسه به تفاهمات 100% و لازم برسیم و اونها رو موکول کردیم به جلسات بعدی که در واقع اجلاس کارشناسیش رو فردا خواهیم داشت و انشاءالله با نتایج مثبتی که فردا اتخاذ خواهد شد ظرف فردا و پس فردا امیدواریم که اجلاس ششم که اوایل شهریور برگزار خواهد شد بتونه باز به اون فرازهایی که مد نظر ما هست در واقع نائل بیاد.